هموطنان محترم، ملت شریف ایران، در دنباله آن پیام قبلی دوستان از من خواستند تا پیام دیگری به شما بفرستم درباره ارزیابی موقعیت موجود. من هم پذیرفتم. اول از همه طبیعتاً باید در مورد پیروزی اخیر به شما تبریک بگم. پیروزی بزرگی بود و بسیار مایه خوشنودی است، بحثی نیست. و ترتیب عمل نیروهای نظامی ایران از واکنش تعیین کننده شب اول گرفته تا بعد، اون واکنش که بی‌نظیر و بی‌سابقه بود در دنیا، تا ختم جریان به خط زر در تاریخ نظامی ایران نوشته خواهد شد. ولی ورای این مسئله، ببینید، جنگی که ما مدت هاست درگیر آن شدیم، یعنی درگیر آن کردند ما رو، محدود به این یک پرده نبوده و نیست. باید درست موقعیت خودمون رو بسنجیم و دورنماهای اصلی و وسیع رو در نظر بیاریم. نباید شیفته این جنگ کوتاه مدت و پیروزی شیرینش شد. نه، باید به دورتر نگاه کرد و تمامی منظره رو دید، حتی اگر از بعضی جهات میتونه برای ما خیلی خوشایند و مطبوع نباشه. باید از اول از همه ماهیت این جنگ رو درک کنیم. ماهیت جنگ یعنی چی؟ مقصود این نیست که چه سلاحی درش به کار میره. مقصود اینه که داوش چیه، سر چی دعواست. اونه که ماهیت جنگ رو تعیین میکنه، به شما میگه که در چه موقعیتی قرار دارید، چه استراتژی میتونید یا باید انتخاب بکنید و چطور عمل بکنید. نکته اصلی اونجاست. اون پایه است در هدایت هر جنگی. این انتخاب باید درست انجام بشه. اگر غلط باشه از همون ابتدا باختید. خب در اینجا داو جنگ، معمولا در بسیاری از جنگ ها داو محدوده. تو که زمین، جمعیت، امتیاز مالی اینه. خب در اینجا این نیست. اینجا داو نامحدوده. چرا؟ چون مسئله بود و نبود ایران مطرحه. هدف اصلی بدخواهان، دشمنان که جبهشون هم وسیعه، امکاناتشون هم زیاده و جدی هم پیگیرند، اینه که در نهایت ایران رو اصلا بپاشونند. یعنی دیگه ایرانی به این معنا که ما میشناسیم و میخوایم وجود نداشته باشه. مقصود اینه. وقتی به این نگاه بکنید درست متوجه میشید درگیر چه جنگی هستید، با چه ابعادی، چقدر اساسیه، چقدر حیاتیه. داستان حیات و مماته. خب به همین دلیل این تشبیه رو من فقط محض به هیجان آوردن شما نمی کنم. برای این است که بهتر مسئله رو درک کنید. این جنگ فرقی با حمله مغول نداره، اساساً نداره، چون داوش همونه. خیلی روشن. تصور نکنید که شکل جنگاوران اونطوری نیست، پس جنگ فرق کرده. تیر و کمان به کار نمیبرن، پس جنگ فرق کرده. دنیا عوض شده، پس جنگ فرق کرده. این آخری رو بگم، دنیا هیچ وقت عوض نمیشه. دفتر تاریخ هم هیچ وقت بسته نمیشه. تصور نکنید که چیزی قابل تکرار نیست. میشه، منتها باید دید، فهمید و براش آماده بود. و به همین قصده که من دارم با شما صحبت میکنم. تا موقعی که اینا شکست نخورن و کمرشون نشکنه، فشار میارن برای از بین بردن ایران. این دورنمای کلی رو در ذهن داشته باشید و گول این دورنمای مقطعی رو نخورید که ما فقط این از ایران میخوایم، ما فقط اون از ایران میخوایم. نه، همه ایرانو میخوان، منتها تیکه تیکه میخوان. اینطوری به شما عرضه میکنن بلکه دورنمای اصلی رو نداشته باشید. فکر کنید که در هر مرحله میشه به یه نوعی احیانا با دادن مقدار امتیاز به آشتی رسید. آشتی در کار نیست. برای طرف مقابل آشتی مرگ ماست و برای ما هم باید آشتی مرگ طرف مقابل باشه. منطق کار اینه. گوش به تبلیغات آشغالی که بهتون عرضه میکنن ندید. حال ما یه پیروزی مقطعی به دست آوردیم، ببینیم چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینید، بارها شنیدید جنگ اساساً پدیده است سیاسی. به قول طرف با وسایل دیگری دنبال میشه. درسته؟ اینم شنیدید که میگن جنگ رو بردیم ولی صلح رو بردیم یا باختیم. مقصود همینه. بردن جنگ پیروزی نظامیه، بردن صلح پیروزی اصلیه که پیروزی سیاسیه. بعد اون رو باید دست بیاریم. فقط به پیروزی نظامی، اونا با یه آتش بس آبکی و تقلب قانع نشید که معلوم نیست کی تموم بشه و تابع میل ما هم نیست. طرف مقابلم میدونیم سابقش در نقض آتش بس توماریه به درازی تاریخ وجودش. مشکل ما اینه که یک دستگاه دیپلماتیکی داریم
ناتوان، ناقابل، نادانه و بی‌جربوزه است و بدتر از همه اینها در خدمت منافع جناحیه. همین جناح اصلاح طلبی که می‌بینید، همین تخم و ترکه رفسنجانی که میشناسید، اینا حاضرن با غرب هر معامله‌ای بکنن، ایرانو بدن و امتیاز بگیرن برای خودشون. بارها نشون دادن. حواستون به این باشه و مشکل است که ما اینجاست برای برد سیاسی. نظامی‌ها کارشون درخشان انجام دادن. ولی اینا که بهشون میگن دیپلمات یا اسم خودشون رو گذاشتن دیپلمات، نه خیال پیروزی دارن و نه توانش رو. باید ملت آگاه باشه و روشون فشار بیاره تا نتونن بر راه برن. ما باید بهای پیروزی رو بگیریم. خب در این مرحله چی میتونه باشه بهای پیروزی؟ حداقلش اینه که تکلیفمون با آژانس اتمی روشن بکنیم. به این معنا که بگیم آقا ما با این آژانس که سر تا پاش کار جاسوسی کار نمی‌کنیم و با این مدیر کلی که اصلا گذاشتن اونجا برای اینکه رو ایران فشار بیاره و خودش رسما جاسوس اسرائیل، طرف گفتگو نمیشیم. اگر میخواید دبیر کلی پیدا کنید، برید کسی بیارید که استعفا بده، این یکی دیگر بذارید جاش. خیلی روشن. و مرحله دیگر که از دوستان گفته بود که فکر نامعقولی هم نیست، اینکه ما از NPT میایم بیرون، بازگشتمون رو مشروط میکنیم به اینکه اسرائیل رو هم وارد NPT بکنید. این بازی یک طرفه نمیشه. یک کشوری که سلاح اتمی داره دستش همه جور باز میذارید، ما که نداریم و نمیخوایم بسازیم و به اعتراف تمام دستگاه‌های جاسوسی خودتون چنین برنامه‌ای نداریم، اینطوری زیر فشار قرار بدید. این تحریمایی که به ایران تحمیل کردن و زندگی شما رو زرد کرده، کی کرده و به چه بهانه‌ای کرده؟ این باید تعطیل بشه. بعد فشار بود برای اینکه این مسئله اتم در این مرحله ختم بشه و جمع بشه. این همه مذاکره، دغل‌بازی، دروغ زنی، در نهایت جنگ هم کردید و باختید. دیگه باید تعطیلش کرد. این رو باید گفت و تحمیل کرد به اینا. فشارش رو باید آورد تا هر جا که تیغه موم میبره ببریم. بعدم فراموش نکنید گفتم این یه پرده بود از داستان. پرده های بعدی خواهد بود. در هر مرحله باید یه چیز گرفت. اگر هر مرحله پیروزی نظامیتون به مفت بدید به دست مش نادان که ببرن و بدن، در مقابلش هم هیچی نگیرن و دلشون خوش باشه که مذاکره میکنن، معلوم نیست کارتون به کجا میرسه. در نهایت حرفم خلاصه میکنم، نمی‌باید طولانی باشه. 2 تا حرف بهتون زدم. یکی این که بدونید در چه جنگی درگیرید، ماهیت این جنگ رو درک کنید. این جنگ بود و نبود ایرانه. داستان مغول‌ها رو فراموش نکنید، هیچ اغراقی درش نیست. 2 اینکه یه پیروزی به دست آوردیم و هر پیروزی که در هر مرحله به دست میاریم باید از بهره برداری کنیم. بهره برداری ما آخر کار نیست، هر مرحله باید گرفت. یک سومی هم بهش اضافه بکنم، ساده و روشن، در اینکه پیروز خواهید شد هیچ شکی نکنید. موفق باشید.